به نام خدا و سلام خدمت فالوورای عزیزم. ما اینجا یه اتو داریم با مشکل روشن نشدن اتو ممکنه مربوط به 4 تا بخش مختلف خود اتو باشه: سیم کشی، ترموفیوز، ترموستات یا برد الکتریکی. برای اینکه بفهمیم مربوط به کدوم قسمته، باید هر کدوم از این قسمت‌ها رو به صورت جداگانه تست کنیم. واسه شروع ما صفحه اصلی رو از رو مدار جدا کردیم و واسه اینکه بفهمی المنت سالمه یا نه، باید این دوتا شاخه رو نمیدونم تو فیلم مشخص یا نه، این دوتا شاخه رو باید به صورت مستقیم به برق وصل کنی. اگه صفحه شروع به داغ شدن کرد یعنی اتو از لحاظ صفحه سالم. بعد میریم سراغ قسمت ترموستات. برای تست ترموستات باید یکی از سیمای ترموستات رو به برق و یکی از پایه های المنت رو به منفی برق وصل. اگه با تکون دادن این اهرم شروع کرد به داغ شدن یعنی المنت و ترموستات سالم. بعد از این میریم سراغ بقیه بخشای اتو. بقیه بخش اتو ممکنه ترموفیوز باشه. ترموفیوز داخل این قرار داره وقتی که حرارت اتو بیش از حد زیاد میشه این ترموفیوز میسوزه. وقتی که ترموفیوز میسوزه برق مدار به صورت کلی قطع میشه. خب حالا چه زمانی ترموفیوز میسوزه؟ ترموفیوز زمانی میسوزه که ترموستات به خوبی کار نکنه. یعنی اگه ترموفیوز بسوزه به احتمال خیلی زیاد با ترموستات هم عوض کنه. حالا اگر هیچ کدوم از این بخشا هم نبود، بریم سراغ برد دستگاه. برد دستگاه یه کار تخصصیه و اینو باید به تکنیسین مجرب بسپارید. باید پیدا کنید ببینید هر کدوم از این قطعات که مشکل داره از رو مدار جدا بشه و قطعه جدید جایگذاری بشه. خب دوستان عزیزم، سعی کردیم حداقل امکان تمام نکته رو بگیم. امیدوارم که پست به دردتون خورده باشه. تا دیدار دیگه، بدرود.